با عرض سلام و ادب خدمت دوستان گرامی. امروز با موجودی $10 اومدیم بروکر کوتکس. هدفمون اینه تارگت امروزمون $10 رو برسونیم به $100. ببینیم چه اتفاقی میفته. منتظر یه فرصت هم معامله اول باز کنم. اینجا اسم میکنم اوکی باشه. اولی رو باز میکنیم. خب شدیم 18.90. نمیده، با همون 18 تا وارد میشیم. منتظر فرصت میشیم معامله دوم انجام بدیم. خب اینا معامله دوم. خب شد 34 تا. منتظر فرصت اوکییم. یکم بالا معامله باز شد ولی اشکالی نداره. خب شد 64 تا. این معامله رو درست انجام بدیم تارگت امروز رو زدیم، یه چیزی هم فراترش. ببینیم چطور میشه. منتظر فرصت میشم. فعلا که خبری نیست. اینجا اسم میکنم و وارد شم. خب $122. تارگت امروز رو زدیم با موفقیت. تایم چندانی هم نبرد، 1 دقیقه و 47 ثانیه. امیدوارم همیشه پرسود باشید. یا علی، خدا نگهدار.